تا حالا شده بری یه اتاق یه چیزی برداری، بعد همین که میرسی وسط اتاق یهو وایسی بگی من اصلا برای چی اومدم اینجا؟ بعد چند ثانیه سعی کنی یادت بیاد و هیچی. هرچی بیشتر فکر میکنی کمتر یادت میاد. بعد برمیگردی همون جایی که اول اومدی، که اول بودی و یهو آها یادم اومد. و اینجاست که آدم واقعا به مغزش شک میکنه. یعنی چی؟ من همین الان میدونستم چی میخوام. چطور ممکنه فقط با چند قدم راه رفتن یادم بره؟ جالبتر این که این اتفاق برای خیلی از ماها پیش میاد و این لزوما به این معنی نیست که حافظمون ضعیفه یا مشکلی داره. اتفاقا پشت این اتفاق یه دلیل خیلی جالبی وجود داره که به نحوه کار توجه و حافظه مربوط میشه. پس امروز میخوایم ببینیم وقتی وسط اتاق میستیم و نمیدونیم چرا اونجاییم، دقیقاً داخل مغزمون چه اتفاقی افتاده. پس بریم که تا آخر این ویدیو همراه من باشید. سلام، چطورید؟ من یاسمن هستم با یک ویدیو دیگه به چنل جزمینی. خیلی خوش اومدید. همونطور که میدونید امروز قرار راجع به یه چیز هیجان انگیز صحبت کنیم. فکر کنم یادم رفت. دقیقا موضوع همینه. اینکه چرا یادمون میره یه کاری رو انجام بدیم، یه چیزی رو قرار بوده بگیم و حالا کلا سازوکار چجوری و اینا دلیلش چیه و راهکار مهمتر اینکه چیه، چجوری حلش کنیم. اما قبل از اینکه بریم ویدیو رو شروع کنیم، برای حمایت از من، حمایت از چنل خودتون، یادتون نره اول دکمه سابسکرایب رو بزنید، زنگوله کنارش رو بزنید، لایک و کامنت هم فراموش نشه. البته کامنت رو در حال حاضر فقط نظرتون رو بگید. آخر ویدیو یه سوال میپرسم که راجع به اون قراره برام کامنت بذارید. بذارید با یه مثال خیلی ساده شروع کنیم. فرض کن روی مبل نشستی و یادت میاد باید شارژرتو از اتاق بیاری. پس توی ذهنت داری اینو میگی برم تو اتاق شارژر رو بیارم. هدف کاملا مشخصه، بلند میشی راه میافتی سمت اتاق، اما قبل از اینکه برسی گوشیت یه نوتیفیکیشن میده و نگاش میکنی و یادت میاد باید جواب یه پیام رو هم بدی و وارد اتاق میشی. یه لباس رو زمین میبینی و خودت میگی اینو چرا هنوز جمع نکردم. چشات میفته به میزت، یه وسیله دیگه میبینی. بعد شاید یه فکر کاملا بی ربط وارد ذهنت بشه و بعد چند ثانیه وسط اتاق ایستادی، به اطراف نگاه میکنی. من برای چی اومدم اینجا؟ شارژر؟ اصلا کدوم شارژر؟ شارژر میخواستم یا واقعا فراموش کردیم چه اتفاقی داره میفته؟ اینجا یک نکته خیلی مهمی وجود داره. هر چیزی که ما بهش میگیم فراموشی لزوما به این معنی نیست که اطلاعات از حافظمون پاک شده. گاهی اطلاعات هنوز وجود داره ولی توی اون لحظه نمیتونیم بهش دسترسی پیدا کنیم. مثل اینه که یه فایل روی کامپیوترت داشته باشی ولی ندونی کجا ذخیره‌اش کردی. فایل پاک نشده، فقط پیدا کردنش سخت‌تر شده. حافظه ما هم همیشه اینطوری نیست که اطلاعات وارد مغز بشه، ذخیره بشه، هر وقت خواستیم راحت بازش کنیم و بهش دسترسی داشته باشیم. موضوع خیلی پیچیده تر از اینه. یکی از چیزهایی که نقش مهمی اینجا داره مفهومی به اسم پراسپکتیو مموریه. یعنی میشه تقریبا حافظه آینده نگر. اسمش شاید خیلی علمی و اینجور داستانا باشه ولی مفهومش خیلی ساده است. پراسپکتیو مموری دقیقاً چیه؟ یعنی اینکه یادت بمونه در آینده باید چه کاری رو انجام بدی. مثلا الان به خودت میگی بعداً باید به دوستم زنگ بزنم، یا وقتی رسیدم خونه باید به فلانی پیام بدم، یا برم آشپزخونه یه لیوان آب بیارم. تو هنوز اون کار رو انجام ندادی، پس مغزت باید این هدف رو تا جایی نگه داره که وقتی موقع انجامش رسید یادت بیاد. در واقع مغزت همزمان داره زندگی روزمره‌ش رو انجام میده و یه سری کارهای آینده رو هم باید توی ذهنش نگه داره و این خودش کار ساده ای نیست، چون در طول روز اتفاقات خیلی زیادی میافتن. مشکل اصلی در واقع توجهه. حالا برگردیم به همون مثال شارژر. تو از اول میدونستی برای چی بلند شدی، پس مشکل لزوما این نبوده که مغزت هدف رو ثبت نکرده. مشکل ممکنه این باشه که توجهت در مسیر از اون هدف منحرف شده. توجه ما ظرفیت محدودی داره، یعنی نمیتونیم به شکل کامل به همه چیز که اطرافمون اتفاق میفته توجه کنیم. هر لحظه کلی چیزای جالبی برای ما هست که بخوایم بهش توجه کنیم. صدای گوشی، یه پیامی بیاد، تلویزیون، آدمایی که با همون حرف میزنن، چیزی که میبینیم، فکری که ناگهانی وارد ذهنمون میشه، حتی یه خاطره قدیمی که ممکنه یادتون بیاد. همه اینها میتونن توجه ما رو از کاری که داشتیم انجام میدادیم منحرف کنن. و وقتی این اتفاق میفته، اون هدف کوچیکی که چند ثانیه پیش توی ذهنمون خیلی واضح بود ممکنه از مرکز توجه خارج بشه و نتیجه من چرا اومدم اینجا؟ اصلا داشتم چی میگفتم؟ حالا چرا؟ وقتی بر میگردیم یادمون میاد.
این قسمت برای من یکی از جالب ترین بخش‌های ماجراست. احتمالاً برای تو هم پیش اومده مثلا از اتاقت میای بیرون، یادت میره چرا؟ برمیگردی داخل اتاق، به میزت نگاه میکنی، به چیزی که داشتی انجام میدادی نگاه میکنی، یادت میاد آها شارژر. چرا؟ چون محیط اطراف ما میتونه مثل یه سرنخ برای بازیابی اطلاعات عمل کنه. یعنی محیطی که در اون یک فکر یا هدف شکل گرفته میتونه بعداً به یادآوری همون اطلاعات کمک کنه. تو قبل از اینکه از اتاقت بیای بیرون احتمالاً تو همون محیط داشتی به شارژر فکر میکردی. میز، تخت، لپتاپ، گوشی یا حتی کاری که داشتی انجام میدادی بخشی از شرایط بودن که اون فکر توش شکل گرفته. بعد وارد محیط جدید میشی، همه چیز تغییر میکنه. محرک‌های جدیدی وارد میشن، توجه تغییر میکنه. ولی وقتی دوباره به محیط قبلی برمیگردی، بعضی از همون سرنخ‌ها دوباره جلوی مغزت قرار میگیره. مغزت ممکنه ارتباط رو دوباره پیدا کنه. آها، من داشتم به این فکر میکردم. یعنی به نظرم مغزمون ما رو داره مسخره میکنه. خب نه. البته بعضی وقتا واقعا حس میکنم همین کار رو انجام میده، ولی در واقع مغز داره کاری رو انجام میده که برای مدیریت حجم عظیم اطلاعات اطرافمون لازمه. تصور کن مغزت بخواد به تک تک چیزایی که میبینی و میشنوی توجه کاملی داشته باشه. احتمالا خیلی سریع منفجر میشه. برای همین باید انتخاب کنه الان چی مهمه، الان چی باید وارد توجه من بشه، چی رو میتونم نادیده بگیرم. و گاهی اوقات این سیستم انتخاب هدف کوچیک ما رو برای چند لحظه کنار میذاره. یه آزمایش خیلی ساده، یه بار خودتون اینو امتحان کنید. وقتی نشستی و میخوای بری یه چیزی بیاری، قبل از بلند شدن خیلی واضح به خودت بگو من میرم آشپزخونه که لیوان بیارم یا لیوان آب بیارم. نه اینکه بگی برم آشپزخونه یه کاری انجام بدم، یه چیزی بخورم. نه، دقیقاً بگو میخوام برم یه لیوان آب بیارم. بعد بلند شو، وقتی رسیدی آشپزخونه قبل از اینکه بری سراغ گوشی یا یخچال یا هر چیز دیگه‌ای، اول همون کار رو انجام بده. لیوان رو بردار، بعد برو سراغ بقیه چیزها. این کار ساده میتونه کمک کنه هدف اصلیت واضح‌تر بمونه، ولی یه مشکل بزرگتر هم داریم. گوشی. واقعا گوشی یکی از بهترین راه‌ها برای پرت کردن توجه ماست. فرض کن فقط میخوای بری یه لیوان آب بیاری، گوشی توی جیبت ویبره میره. تو فقط میگی خب ببینم کی پیام داده. گوشی رو در میاری، پیامو میخونی، بعد وارد یه اپ دیگه میشی، یه چیز دیگه میبینی، بعد شاید یه چند تا ویدیو و ریلز این وسط ببینی، یه پیام دیگه و چند دقیقه بعد تو هنوز لیوان آبو نیاوردی و اصلا یادت نیست قرار بود آب بخوری. و این دیگه فقط مشکل حافظه نیست، این مشکل توجه هم هست. پس چرا وقتی حواسمون پرت میشه هدفمون ناپدید میشه؟ چون حافظه و توجه دو تا چیز جدا از هم نیستن. برای اینکه چیزی رو بعداً به یاد بیاری فقط ذخیره شدن اطلاعات کافی نیست. باید بتونی در زمان مناسب نشونه یا مسیر درست رو برای بازیابی اون اطلاعات پیدا کنی. به همین دلیله که گاهی اسم یه نفر رو میدونی، حتی مطمئنی که میدونی، ولی هرچی فکر میکنی یادت نمیاد. میگی میدونم، نوک زبونمه. بعد چند دقیقه بعد وقتی دیگه بیخیال شدی، آها فلانی، اسم از مغزت پاک نشده، فقط توی اون لحظه دسترسی بهش سخت شده. پس حافظه ما ضعیف نیست. نه لزوما. این خیلی مهمه که بین فراموشی معمولی و مشکل جدی حافظه تفاوتی بخوایم بذاریم. اینکه گاهی یادت بره چرا وارد یه اتاق شدی برای خیلی از آدم‌ها اتفاق میفته، خصوصا وقتی حواسشون پرت باشه، چند کار رو همزمان انجام بدن یا ذهنشون خیلی درگیر باشه. پس هر بار که وسط اتاق وایسادی و گفتی من چرا اینجام، قرار نیست فوراً فکر کنی حافظت خرابه یا هر اتفاق دیگه. فقط ممکنه ذهنت رفته یه جای دیگه. حالا چطور کمترین اتفاق بیفته؟ چند تا کار ساده هست که میتونه جواب بده. اول هدفت رو واضح کن. به جای اینکه بگی برم یه چیزی بیارم، بگو برم اتاق و شارژر رو بیارم. هرچی هدف مشخص‌تر باشه راحت‌تر میتونی متوجه بشی دنبال چی هستی. دوم، کارها رو یکی یکی انجام بده. اگه برای یه کار مشخص بلند شدی، اول همون رو انجام بده، بعد برو سراغ چیزای دیگه ای. و سوم اینکه حواست به حواس پرت کننده ها باشه، مخصوصا گوشی. گاهی فقط یه نوتیفیکیشن از یه اپلیکیشن کافیه که مسیر توجهت عوض بشه. و چهارم اینکه برای چیزهای مهم از ابزار استفاده کن. یادداشت بذار، ریمایندر بذار، تقویم بذار، آلارم بذار.
اینکه از ابزار استفاده کنی به این معنی نیست که حافظت ضعیفه. اتفاقا یعنی داری هوشمندانه از محدودیت‌های طبیعی ذهنت استفاده میکنی. قرار نیست مغز ما همه چیز رو نگه داره. و یه نکته جالب، دفعه بعد که وسط اتاق ایستادی و نمیدونی چرا اومدی، به جای اینکه سریع بگی وای من چقدر فراموشکارم، یه لحظه برگرد به آخرین جایی که بودی. به این فکر کن که قبل از اینکه بلند شم داشتم به چی فکر میکردم، میخواستم چی بیارم. ممکنه همون محیط، همون کاری که داشتی میکردی یا حتی همون فکر قبلی سرنخ لازم رو بهت بده و یهو یادت اومد که قراره چه کاری انجام بدی. پس دفعه بعد که رفتی یه اتاق و وسطش یادت رفت برای چی اومدی، اصلا نگران نباش. ممکنه مغزت چیزی رو گم نکرده باشه، فقط ممکنه توجهت برای چند لحظه رفته باشه سراغ یه چیز دیگه. و شاید جالب ترین قسمت ماجرا اینه که ما خیلی وقتا فکر میکنیم مشکل از حافظمونه، در حالی که مشکل اصلی اینه که اصلا حواسمون به چیزی که میخواستیم نبوده. حالا یه سوال دارم از تو بیشتر کی این اتفاقا برات میفته؟ وقتی میری آشپزخونه، میری اتاقت، وقتی گوشی دستته 5 دقیقه بعد اصلا یادت نیست قرار بود چه کاری انجام بدی، یا داشتم چی میگفتم؟ برام بنویسید ببینم چند نفر دیگه مثل من وسط اتاق وای میستن و به دیوار نگاه میکنن که شاید جواب از روی دیوار بیاد و بدونن میخواستن چی بگن یا قرار بود چه کاری انجام بدن. و دوباره یادآوری کنم که یادتون نره حتما چنل رو سابسکرایب کنید و مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. اگر شما هم مشکل حافظه دارید سعی کنید این راهکارا رو انجام بدید و کدوم راهکارا نمیدونم، راهکارا رو انجام بدید و امیدوارم که دیگه این مشکل براتون پیش نیاد و یا حداقل کمتر بشه. و فراموش نکنید لایک و کامنت و سابسکرایب انجام بشه. و مرسی، همین.